در دنیای امروز ما بخش عظیمی از زندگیمون را در محیط کار به سر میبریم. باز از مشکلات در امور پرسنلی و تجاری و یا حتی عوامل خارجی میتونن یک مهر منفی روی روند کاری و مدیریت شما بگذارن. بعضی اوقات سهل نیست که توضیح خاصی برای کاهش تولید، نارضایتی پرسنل و یا حتی اخراج کارمندان داشته باشید. اغلب ترکیبی از فاکتورهای مختلف است که این شرایط نامطلوب رو ایجاد میکنه. تجربه سالیانه من در این امور و توانایی به روش‌ها و تکنیک‌های مدرن در علم روابط همراه با بینش‌های جدید میتونه موفقیت کاری شما را در کوتاه‌ترین مدت و با تأثیری ماندنی تضمین کنه. با امید همکاری با شما عزیزان. مسیح افشار.